دختری که جهان براش ایستاد، اما ایرانی‌ها هنوز نمیشناسنش. اسمش دلارام شکیباست، نابغه ایرانی اهل گرگان که کشفش علم پزشکی رو متحول کرد. اون بعد از سالها تحقیق تونست روش درمان زخم‌های مزمن و حتی سرطان رو کشف کنه. کشفی که میتونه زخم‌های عمیق اعضای داخلی بدن مثل معده، روده و بافت‌های آسیب دیده جراحی رو به طور طبیعی ترمیم کنه. جهان پزشکی به احترامش ایستاد. رسانه‌های خارجی ازش نوشتن، اما اینجا توی کشور خودش حتی یه خبر رسمی هم ازش منتشر نشد. دلارام گفته من یه دختر شهرستانیم از یه روستای ساده، ولی هیچ وقت نذاشتم کمبود امکانات جلوی موفقیتمو بگیره. الان اسمش بین محققان برتر جهان ثبت شده، ولی هنوز خیلیا حتی نمیدونن همچین کسی وجود داره. به افتخار این بانوی گرگانی یه قلب قرمز تو کامنت بذار و این پست رو به اشتراک بذار تا همه بدونن نبوغ ایرانی یعنی چی.